بر اساس قرار کمیسیون مرکزی انتخابات و رای‌پرسی تاجیکستان 5 نامزدی ثبت شده در انتخابات ماه اکتبر اینها میباشند: رستم لطیفزاده از حزب اگراری تاجیکستان، عبدالحلیم غفارزاده از حزب سوسیالیستی، رستم رحمتزاده از حزب اصلاحات اقتصادی، میراج عبداللهیف از حزب کمونیست و امام علی رحمان از حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، فدراسیون اتفاقهای کسبه و اتفاق جوانان تاجیکستان. مسئولین کمیسیون مرکزی انتخابات روز 14 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفتند حجت‌های سید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکرات نیز در بررسی است و امروز در تصمیم گرفته می شود که نامزدی او ثبت می شود یا نه. خود سید جعفر عثمانزاده نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت منتظر پاسخ کمیسیون مرکزی انتخابات می باشد. در مجموع ما 285420 امضا با کمیسیون مرکزی انتخابات و رای‌پرسی پیشنهاد کردیم. اکنون مهلت معین است 5-6 روز که اونو می‌آموزند. بعد باقاعد اگر که با طلبات قانون جوابگو باشد، یعنی امضاها در شکل با طلبات اونو که باشد، فکر میکنم که باقاعد میگیرند. خب اینا وقت نشان میدهد. قرار است فردا 15 سپتامبر کمیسیون مرکزی انتخابات شهادتنامه نامزدی را به نامزدهای ثبت شده بسپارد و بعد از آن معرکه تبلیغ برنامه‌های پیش از انتخاباتی آنها آغاز می شود. انتخابات پرزیدنتی روز 11 اکتبر امسال برگزار می شود. از 7 حزب سیاسی تاجیکستان تنها 6 حزب در این انتخابات شرکت دارند و تنها حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان از اشتراک در انتخابات پرزیدنتی خودداری کرد. شورای سیاسی این حزب در آخر ماه آگوست اعلان کرد که انتخابات ماه اکتبر را تحریم و یا بایکوت می کند. مولا رجب یوسفی، امرالدین عالموف، آزادی دوشنبه.